عشق در دل شعله صبح سعادت بوده است. عاشقی احساس بخشش های قسمت بوده است. در جوانی عشق بود و دولتی دنیا نبود. آن همه بی دولتی ها خوب دولت بوده است. بس که از پای روان ماندیم و حسرت میخوریم، از پی خوبان دویدن هم غنیمت بوده است. در فلک جستن ستاره صنعت است و در زمین خویشتن را گم نکردن نیز صنعت بوده است. اولا سلام و درود نثار شما بود، کسانی که این لحظه ما را تماشا دارند و البته خواهان خوشی ها در زندگی شما هستیم. باشد که شما خوشحال باشید و شما همیشه آن خداوند تعالی همه این آرزوهای شما را جامعه عمل پوشاند. بنده بهمنیار بیگفت هستم، صاحب همان کانال پرواز میدیا. البته قید کردن به مورد است که هر آن نفری که ما داریم، یعنی بزرگان، شاعران، نفرانی که برای ما میراث خود را گذاشتند و از این جهان متاسفانه رفتند و البته همه آنها در وصف عشق و محبت، باوری، دوستداری بسیار گفته ها و شعرهای عجایب گفتگی هستند که البته امروزها در سراسر دنیا گوییم در سراسر کشور ما نیز کلمه دوستداری، عشق و محبت یک جای مخصوصی را به خود پیدا نموده است. البته چه که قید می کنند دستگیری شما پیشروی ما است. ما با دستگیری شما قدم به پیش می نهیم. با درخواست و با خواهش شما البته گفته ها از بزرگان را در وصف عشق و مهر و محبت بهر شما اهدا می کنیم. البته با درخواست هر یک و یک شما. خوشبختی شما آرزوی ماست. تن صحت و خانه آباد بماند.